حمید. چی شده؟ اشتباه شده. این کلی کاری تو اشتباه 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 اشتباه، آخر دقتی تو در کجاست؟ اما دقت برام نشان بده. دقتی تو در شار است که کلام آن کلان چکاره در گردتان جمع چی کرده؟ سیمای خاردار چند کیلومتری مانده. همین دقت است؟ کدام چیز دقت است؟ بگوی. قرآن خبرتان میگه این مردم از ابتدای عقیده را داره که مسلمان مالش بخو. این مردم خونش هیچ کدام حیثیت نداره. خلاص امروز همین مردم است که خون مسلمان برش ارزش نداره، آبروی مسلمان برش ارزش نداره، مفکوری مسلمان برش ارزش نداره، حیات مسلمان، زندگی مسلمان برش ارزش نداره. داره عفت و حجاب مسلمان برش ارزش نداره. چی حق داره که شب در خانه کسی داخل میشه؟ چرا بمبارد میکنه؟ ولی مردم خو خیلی کم است. شما نیروی زیاد هستی، باید از کو در قریه از پیش تاش شده نتانه. نیروی بزرگ داری، مقابلش بکن. حالی نه یک نفر میاد در کابل انفجار میکنه، حالی کلی کابلیا کشته شود، خانه‌اش چپه شود. راههای ورودی کابل پیشی توست جناب. در کمربندات تو قرار داری، چرا نفر تیر میشه؟ چرا مواد تیر میشه؟ تو جلوگیری بکن. مردم خود گناهکار نیست، لیکن این مردم از او زمان امی ذهنیت داره که در مسلمان حیثیت قائل نیست، آبرو عزت قائل نیست، هیچ چیز قائل نیست. قرآن میگه برای ما. چطور میگه برای ما؟ و من اهل الكتاب، بعضی از اهل کتاب، من این کسی است ان تأمنه، اگر او را امین قرار بدی، مال خدا پیش از او به امانت بگذاری، به قنطار، اگرچه و انباری مالا باشه. دی کسی 12 صدوقیه میگه، کسی میگه 1000 دینار است، کسی میگه یک پوست گاو پرشان. نه، قنطار خزانه خیلی زیاد که ما و شما از او تعبیر به انبار میکنیم. اگر ای را امین بگردانی، در اهل کتاب هم همینطور مردم پیدا میشه. اگر امین بگردانی به انباری مالا یؤدی، پس مسپاره الیک بسوی تو. قرآن چقدر کتاب انصاف است. یک نفری خوب دوا پیدا میشه، یک عملی خوبشه، قرآن برای ما بیان میکنه، پنهان نمیکنه، خط بطلان سری کلگی نمیکشه، نمیگه کل یهود. از او خاطر چقدر احتیاط دکار بود. و من اهل الكتاب و طایفتم من اهل الكتاب. در اونجا طایفه میگفت، کلی اهل کتاب نمیگفت. و من هم بعضی از یا من کسی است انت امنو، اگر امین جور کنی، امانتدار جور کنی او را، به دینار، به 1 دینار که خیلی ناچیز چیز است، لا یؤدیه، نمیسپاره، ادا نمیکنه، الیک بسوی تو، الا ما دمت علیه، اگر باشی تو دایم بالایش، قایما در سرش استاده، در پالویش استاد باشی بدی، و آلی از پیش مطالبه کنه که انکار کنه، که انکار نمیتونه. اگر یک دفعه بدی، یک دفعه از پیش پناه شوی، باز بی، باز دیگه منکر است، نمیده. چرا؟ در مفکوره و عقیده از یاسته که مال مسلمان چی هسته؟ بگوی جایز است، بخوری، قند و قرود کرده. خود شما خبر داری که این حالت در تنظیم جنگی هم بگوی واقع شد، صورت گرفت. همین حالت یک گروپ که میرفت در منطقه دیگه گروپ، همه چیزای چی بود؟ حلال بود. همین طور فتوا میداد. مال شیعه به سنی روا شده بود، از سنی به کی؟ به شیعه روا شده بود یا نه؟ هیچ کدام گپا نبود. همین طور حالتا بود. این به مسلمانی گپا نمیزیبه. مسلمان پابند قوانین وضع شده الله خود است. الله تبارک و تعالی یک اهل ذمه، این دویی که در افغانستان زندگی میکنه، در هیچ وقت مال از او بری تو چی نیست؟ حلال نیست. تو دیگر خود چی میکنی؟ در تنظیم جنگی ها وقتی که پیروز میشدن، مالا بود، چور بود که پرسان نکن. نصف افغانستان ما در بدر به می سیستما شد یا نه؟ از تنظیم جنگی قریه داخل میشدن، کل مالا در قریه ما آمده بودن. شما باور بالله بکنی، چوبایی که در سر جوی پلچک جور کرده بود، امو چوبام نمانده بود دیگه. خانه را، دروازه را دیسته که یک چیزم نبود. 150 خانه اینمی طور یک دم خرابه بود. مثل که امو قریه کی بود؟ بگوی عزیر علیه السلام بگویم. اونی طور حالت شده بود. چرا؟ علت ایسته که مردم مفکوره نداره، دین نمیشناسه، فکر میکنه حالی من زور شدم هر چیزیش برای من حلال است، حالا که تو نبود.
ذلك بانهم قالوا ليس علينا. چرا یا اعتماد نمیکنه؟ چرا یا برای شما ولو که دیناری خوردن باشه نمیده براتان واپس نمیکنه؟ میخوره. دلیلش است بانهم بسبب یزیکی مردم، یعنی علت خیانتشان، قالوا میگویند لیس علینا، نیست بالای ما فی الامیین، در مال غیر اهل کتاب. مراد از امین کسی که اهل کتاب نباشه. در مال غیر اهل کتاب سبیل، هیچ گناه و هیچ زمانی عذاب نیست، هیچ رای مؤاخذه و گرفت سر ما نیست. هر چیزی دیگر را برای ما چی است؟ حلال است. اینطور میگه، اینطور مفکوره داره. خود آنقدر کلان بالا میتراشه. خب چرا این گپ میزنن؟ یک وجه از این تعصبی زیاد است. قطعی مسلمان ها خیلی زیاد تعصب داره، از او خاطر از روی تعصب فتوا میده. ایرا فتوای تعصبی میگه، مثل که در تنظیمات داده میشد. فتوای تعصبی بود یا نبود؟ فتواهای تعصبی بود. دوم وجه است که خودم مالک و دیگران را غلام میشماره. چی میشماره؟ اصل مالکین خودم میشماره، دیگران مثل غلام برش معلوم میشه. سوم وجه برایشان است کیا میگه این مردم از دین گشته، ما و شما را واچی میگه؟ مرتد میگه و مال مرتد واچی میدانه؟ حلال میدانه. ما و شما را مرتد میدانه. و یقولون میگویند میسازند علی الله بالای الله تبارک و تعالی الکذب دروغه، یعنی میگه که در تورات ذکر است که اینطور بکنیم، کلش دروغ میگه. و هم یعلمون، خب میدانه که گناه بزرگه کرده، یا خب میدانه که افتراست، دروغ جور کردن است، لیکن باز هم میکاره میکنه. بلا چرا نه؟ یعنی بالای خیانت کننده الزام چرا نباشه؟ این گمانتان غلط است که شما میگه مالای مردم ها میخوریم لیکن الله ما را مؤاخذه نمیکنه در مورد ازی. این گمان غلط است. چرا مؤاخذه نمیکنه؟ یعنی کسی که خیانت میکنه حتما قابل مؤاخذه است، الله او را عذاب میده، بلکه مؤاخذش حتمی است. چرا؟ به خاطری که الله تبارک و تعالی در این مورد دو قانون وضع کرده. اول قانون من اوفا بعهده، کسی که پوره میکنه با پیمان خود، برابر است که او پیمان با امرای الله تبارک و تعالی باشه یا با مخلوق الله تبارک و تعالی باشه. پیمان با الله، ایمان به کتاب الله تبارک و تعالی است و ایمان به رسول الله است. پیمان به مخلوق الله است که مطابق دستورات الله به مخلوق الله تعارض نشود. و اتقا، و بعد از خیانت و افترا بالای الله خدا نگاه کنه، یا تمام امی کارهای سابقه خدا نگاه میکنه از خیانت ها. فان الله، یقینا الله یحب المتقین، دوست داره کسی که تقوا را، رای تقوا را اختیار میکنه. بله اگر کسی متقی باشه، حقوق بپردازه، پیمانا را بجا بیاره، اگر امرای الله است، اگر امرای مخلوق الله است، اطور مردم قابل تقدیر است و الله وارا دوست داده. خیانتکارا را چطور الله دوست داشته باشه و وارا عذاب نده، مؤاخذه نکنه، بلکه به طریق اولا مؤاخذه میکنه. ان الذين يشترون بعهد الله، یقینا کسانی که میخرن با پیمانای الله تبارک و تعالی و ایمانهم به قسمای خود، ثمنا قلیلا، قیمتی خیلی کمه که دنیاست. اولئک، این مردم لا خلق لهم، نیست برای از یا حصه فی الاخرت، در آخرت، ولا یکلمهم الله، یک دین الله را فروختن، هیچ حصه در آخرت برشان نیست. ولا یکلمهم الله، سخن نمیزنه الله تبارک و تعالی امرایشان، سخنی رحمت و سخنی چی؟ اعزاز. ولا ينظر الیهم، نظر نمیکنه الله به نظر رحمت، یوم القیامت، در روز قیامت. ولا یزکیهم الله، یارا پاک نمیسازه گناهانشان، چرا که عمل کردی از یا سبب بدبختی گمراهی خیلی مردم شده، مردم توسط عملی از یا گمراه شده، از او خاطر یارا پاک نمیسازه، کافر هستند. ولهم عذاب علیم، برای از یا عذابی دردناک است. این خباثت دیگه شان است. یقینا قانون دومی الله است. قانون دوم میگه اونجا خو گفت بله اگر متقی می بودی سرطان رای ما خزانه می بود، لیکن تقوا کجا و کار شما کجا؟ خلاف تقواست، پس مؤاخذه حتمی است. دوم قانون است کسایی که پیمانای الله را و قسما را در مقابل متاع کمی دنیا می فروشه. مراد از پیمان الله ایمان به الله و رسول الله و کتاب الله و احکامی که در قرآن ذکر شده باید کلگی را بپذیره. اینی پیمان الله است. اگر ایرا نعوذ بالله عقیده نمیکنه، به مردم بیان نمیکنه، او در مقابل پول و پیسه دنیا را میگیره، پول و پیسه نمیسته که عزت و احترام دنیویش برقرار است. از او خاطر الله میگه تور مردما
4 نتیجه داره. مسائل دین الله را ذریعه مکسبی دنیا جور میکنه. فقط متاع قلیل خوش دارن، نمیخواه حقایق به مردم واضح بسازه. چرا؟ به خاطر که عزت و آبروی دنیوی ما از بین نروه. الله 4 نتیجه یا ثمره سریع عمل کردشان مرتب میکنه. سختترین ثمره و نتیجه است. و کدام است؟ جزا. اولئک ای مردم لا خلاق لهم فی الاخره، در آخرت هیچ حصه نداره، مثل که در حدیث هم آمده ولا یکلمهم الله، سخن رحمت و اعزاز نمیزنه الله امرایشان، ولا ینظر الیهم، نظر رحمت نمیکنه الله برایشان یوم القیامت، در روز قیامت، ولا یزکیهم، یار تزکیه پاک نمیسازه. چرا که آتشای جهنم برای مؤمنا سببی پاکی گناهش است، خو یار پاک نمیسازه. ولهم عذاب الیم، برای از عذابی دردناک است. و این منهم، یقینا بعضی از اهل کتاب، فریقا ایتور مردمایی هستند، جماعت و طایفه هستند، یلوون السنتهم بالکتاب، که می پیچانند زبانای خدا بالکتاب، به خواندن کتاب. مثل که نعوذ بالله و لتحسبوه، به خاطر که شما گمان کنی من الکتاب، یعنی در بین امو کتاب خود، در بین کلماتش یک گپی خدا در بین ذکر میکنه، مردم فکر میکنه کی از کتاب است. و ما هو من الکتاب، او گپ از کتاب نیست، بلکه در بین عبارتا و کتاب چی کرده؟ او گپ یا پیچانده. مسلم میگه ولد الله عیسی، الله تولد کرده عیسی علیه السلام. اینطور کلمات دستی ذکر میکنه به خاطر فریب مردم، بگوین کیام در کتاب الله هست. یا مثلا انما انا بشرون، اینطور میگه انما انا بشرون، انما که یک جای نوشته شوه کلمه حصر است. انما داخلش ما انا میشه، ما انا الا بشرون، نیستم من مگر بشر هستم. شما عقیده خلاف نکنی که من الله باشم، نعوذ بالله، که معجزه را خدا آورده بتانم. نه، من بشر هستم. لیکن یا بازی توری میخوانه انما انا، این یقینا، ما انا بشر، ما را نافیه میکنه، این را تحقیق میگیره. این یقینا ما انا، من نیستم بشرون، بشر چیستم؟ نور هستم. اینطوری تلبیسات میکنه نعوذ بالله، میگردانه زبانای خدا در کتابای الله که مردم فکر بکنه که از کتاب الله است، حالان که از کتاب الله است. حالی برای ما آنقدر مسائل میگه در قرآن است، حالان که در قرآن وجود نداره. ایره چی میکنی؟ یک ملای از یا در چی تقریر میکرد در میلاد، میگه گفته بوده 70,000 حدیث 70,000 حدیث در این مورد است. دمی کمپنی ما بوده او ملا، ملای هسته که ببینی بس دیگه. کسی برش گفته بود که ملا صاحب یک حدیث برام بده. یک ملای دیگه یک سیدیش شنیدم، او گفته که در مورد میلاد گفتن، او هم گفته گمان میکنه 70,000 حدیث است. باز کسی رفته پیش گفته که مولوی صاحب 70,000 حدیث کجاست؟ 70,000 خو تو پیدا کن. گفت نه چی؟ نه 7 لک حدیث. اول 7 لک گفته، باز گفته نه 7 لک نگفتیم. منکر شد از گپی خود، گفت 70,000 گفته. گفت 70,000 70 حدیث بکش. میگه وای یک بخاری و مسلم خونه زیاد کتاب های حدیث است. اوی طور یک ملای است که مردم برش میشینه مخلوق پرسان نکو، بیچاره الله اکبر، دل آدم سری ای ملت مظلوم زیاد میسوزه. یک ملای دیگر را دیدم تقریر میکرد یک مجمع بزرگ، وای که از آیات کونی شروع کرده. در روزی رمضان مبارک آیات کونی را شروع کرده، آیات کونی که شمس و قمر چی نظام داره و چی طور میشه. در این رمضانی مردم بیدار بساز، شبهای لیلت القدر است، در این چیسته این مردم بفهمه طرز و طریقه عبادت خدا، چی نیاز دارن، چی را سوال بکنه. بس تقریرشان ما چون 2 ساعت دوام کرده، چقدر دوام کرده، خود تا آخره به مردم یک پیام درست برای بیدار کردن و هوشیار شدن نیست. وقتی که کامره را در میده که مردم اما سعی کردم کلش خو رفته، یک دم خو رفته است. الله اکبر. اینطوری نکنی او علما، چرا اینطور بیان کرده روسته؟ عربی را جور میکنی میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، تو نگو، حدیث خب تحقیق کو، بعد از بگو که برات معلوم شود. و یقولون هو من عند الله، میگو یعنی از جانب الله تبارک و تعالی است، یعنی تنها به کاری عملی خود اکتفا نمیکنه،
بلکه به زبانم مردم میگه هو من عند الله، گپی که ما میزنیم از جانب الله است، و ما هو من عند الله، در حالی که او از جانب الله نیست. یا در تورات همی کارا را میکردن. و یقولون علی الله الکذب، یا میسازن بالای الله الکذب، دروغ سری الله دروغ میسازن، نعوذ بالله. و هم یعلمون، میدانه که چقدر جرمی بزرگ است. یکی یا و هم یعلمون، اینطور نیست که مردمای نادان باشه، کلش کتاب میدانه. ما کان لبشر، نیست برای بشر، یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة. نه جماعتش آمده بود با امرای پیغمبر اسلام، جربست. آخر چی میگه؟ تو آمده ما را دعوت میدی که خدا معبود جور بکنی که ما برای تو سجده کنیم. الله تبارک و تعالی تا را روان کرد. عجیب است. چرا تهمت ناحق میکنی در جان پیغمبر؟ پیغمبر هم همینطور دعوت به کسی میده. او خود پیغمبر است، او خود دعوت به سوی دین الله میده. او خود پیر نیست، پیری گمراه که مریدای خود دعوت به سوی چی میده؟ به سوی سجده خود. مرید که سوال میکنه ای آقا صاحب، من که از پیش تو میرم خفتن است، خیلی تاریکی است، چی کنم؟ گفت صدا کوی برای من دیوزر. نفر برای من گفت همینطور برام گفته بود. گفتی نه گپ راست است مولوی صاحب. چی رقم راست است؟ خب سری عقیده خود محکم بود. گفت فلانه جا جیف داشتیم، دمونجا جیفی ما خراب شد، هیچ کس هم نبود، مستریم نبود، هر چیز زدیم چالان نشد. امی یک دفعه اما آقای خود صدا کردم که امی آقا را صدا کردم که غر چالان شد. ما گفتم بله چالان خوشید، خوی را کی چالان کرده و کی گل کرده. امو جن خدمتگاری که را مشرک ساخته، امو جن خدمتگار اونجا چیتام چالان کرده. در وقتی که تو سلف میزدی چی را دور میگرفت. باز بعد از او که نام پیر گرفتی خب پچک گرفت دیگه، غری تلا چالان شد. شما نمیدانی گپارا یا آواز کی میده ابا کی رسیده میتونه. الله رحم بکنه. هیچ وقت پیغمبر کسی را پیغمبر با مو مقام و مرتبهش، حتی صحابه که داخل میشد صحابه را برای خیستن میماند که استاد شوند. پیغمبر گفته که از طرف ما پسکویی رخصت شوه؟ کلا قطعا نه، هیچ گاهی کار نکرده. الله چی تواضعی. در جنگ خندق بگوی شکم مبارک پیغمبرم مثل سایر صحابه چی بود؟ سنگ بسته بود. گرد و غباری که در خندق کندن سری پیغمبر ششته بود، صحابی قصه میکنه که در روی چهره مبارک پیغمبر گرد غبار نشسته بود. در جنگ تبوک هم ردیفش در مرکب و سواری ابو لبابه و علی رضی الله عنهما است. زمانی که نوبت پیاده رفتن پیغمبر میشه، هر دو صحابی خدا فدا میکنه، میگه یا رسول الله در نوبت ما تو سوار برو. گفت نه از شما که ضعیف هستم در جسم، و نه از شما که خیلی بی‌نیاز از ثواب هستم. امو رقم که شما ثواب کار داره، من ثواب کار دارم. چی پیغمبر چی رهبری تیر کردیم. امروز کسایی هستند که در ناز و نعمت در کوچا نشسته، بگوی پایایشان مردم لیسیده آنقدر نرم شده مثل پختواره سرخ میزنه. باز مردم میگه نور کشیده. نور نکشیده، زبانی تو را سرخ کرده، نمیفهمی تو. ما کان لبشر، نیست برای یک بشر، یؤتیه الله الکتاب، که الله برش کتاب بده، والحکم، آن چیزی که سبب فیصله میشه در بین حق و باطل، در بین شرک و توحید، در بین سنت و بدعت، و النبوت، پیغمبریان بده. ثم یقول، بعد از بگویه للناس، برای مردم، کونو عبادا لی، که شوی شما بندگان برای ما، من دون الله، بغیر از الله. قطعا یک بشر که الله اینطور مورد اعزاز را قرار داده باشه، بازو بخیزه برخلاف برنامه الله، برنامه را برعکس بسازه، قطعا نه. در دنیا هم که کسی را موظف میکنه، وزیر که مقرر کنه، پاچا آنقدر چاپلوسی پاچا را میکنه که پرسان نکن. چرا که وزیر مقرر کرد شه، چی جای ازی که در مقابلی پاچا بخیزه، این کار خود نمیکنه. این خو مسئله نبوت است، اینجا خو کس خلاف رفته نمیتونه. در حدیث هم میاد صحابه وقتی که پس آمدن از دربار کسرا و قیصر روم، دیدن که اونجا مردم به پاچاها سجده میکنه، پیشنهاد کردن یا رسول الله او پاچاها لیاقتی سجده را نداره. چرا؟ و واقعا عظیم نیستن و واقعا در اون مرتبه و مقام نیستن. خب بازم رعایتشان برشان تعظیم میکنه، سجده میکنه. آیا ما تو خولای لیاقتی همی مقام داری؟ واقعا هم همونطور بزرگ هستی ما بری تو سجده بکنیم؟
چی گفت پیغمبر علیه السلام؟ اگر سجده روا می بود برای کی؟ غیر از الله، برای کسی دیگر امر میکردم زنا را که سجده میکردن برای کی؟ شوهرایشان، از جهتی از که حق زیاد بالای زنای خود داره، لیکن سجده برای هیچ بشر جایز نیست. شما ببینید کلیپا را، گروپا را ببینید، بعضی سیدی ها که کلان مولایا سجده میکنه یا نمیکنه. شما یک دفعه ببینید، باز بعد از اون نمو ملاهای امامای تانام. یکی اگر یک انسان بخیزه خلاف برنامه الله برنامه را شروع بکنه، این مخالفت علم ازلی الله لازم میشه. مخالفت کی؟ مخالفت کی لازم میشه؟ علم ازلی الله. چرا؟ الله نعوذ بالله این قدر جاهل بود که نمیدانست کسی را انتخاب به پیغمبری بکنه که دین الله را دعوت بده، نه که به خلاف کی الله بخیزه قیام کنه مردم به سجده کردن خود دعوت بده. باز خود نعوذ بالله علم الله باطل میشه که الله هیچ علم نداشت، نعوذ بالله جاهل بود سری ازی. اوی قطعا نیست اینطور. نمیگه برای مردم که کونو عباد لی، شما بندگانی ما شوی، غلامای ما شوی. اگر گفتم میگه یک پیر بود نعوذ بالله، او دعوای پیغمبری کرده بود، باز پاچا آورده بود چکی را اعدام بکنه، باز گفته بود که او پاچا صاحب مردم اینقدر زود حکم اعدام نمیکنه، مرا بگذاری که من قطع امتی خود بیایم، بعد از او باز مرا اعدام کنی. سبا مریدای خدا امو کسایی که تابعدارای بود جمع کرده بود که گفتم سگ یکی تان آوازی سگ بده، که گفتم خر یکی تان آوازی خر بده، که پیشک یکی تان آوازی پیشک بده. اینا که آورده بازی صدا کرده که پیشک مو کرده، کدام شروع کرده که باز گفته سگ غو کرده. یک دفعه علما با پاچا گفته که این قابل اعدام نیست، امی اومد امی پیغمبرش و این اومد امو پیغمبرش. واقعا امروز خیر ملت ما مظلوم است، یقینا بیچاره آنقدر در زیر اسارت آمده. تو را به الله قسم که بیبی دختری جوان تنها پیر صاحب بگو که دیگه شوی نمیتونی، او سالا در خانه پدر بشینه، از اولاد از همه آرزوها و مقاصد محروم باقی بمانه. ببینی از این قدر ظلم و جفا در کجاست؟ این ملت مظلوم بیچاره این گپی از این را من حیث دین بگوی سرش عمل کرده. الله اکبر، خیلی سخت است. پس وقتی که رخصت میشن پسکویی اوی طور باز گراب سر یکی بخوره دیگه او طرف چپا شود. عجیب دین است، عجیب نظام است. این مردم تنها عقل و شعور هم نداره که همین چطور طریقه است، همین چطور رفتار است. عزت تابروی انسان بالکل پایمال میشه. این هم هسته. یک تعداد جوانا امیالی در کابل شوای جمعه بری باغ علی مردان میگه کجاست؟ هرمونه و تبله شروع است، نه ریش است نه هیچ چیزام نیست، به الله معلوم، نه نماز است. او جوانا خدا چی کردن؟ سرارا شور داد شو تا صبح بیخو. چرا؟ ما چی رفته بودیم؟ مجلس چی؟ مجلس نات شریف چی میگه؟ مجلس قوالی شریف. الله اکبر. ما چون می عقل کدام طرف میره؟ گاهی که در قرآن کریم آدم میگه که مردم بتا را پرستش میکرد، سنگ خودشان میساخت پرستش میکرد، میگیم وا بی عقل است. لیکن امروز بیبی حالی کدام عقلی را قبول داره؟ خود شما بگوی. ولکن کونوا ربانیین. انبیاء علیهم السلام اجگاهی طور دعوتای غلط و برعکس نمیده، مردم دعوت به سوی عظمت و بزرگی خود نمیکنه. نمیگه که در وقت ذکر مرا در ذهنت بگی، نمیگه که در وقت حاجتا بر ما آواز بده، نمیگه که تو شیخ عبدالقادر جیلانی را آواز بده، بلکه انبیای الله تبارک و تعالی در وقت ذکر خبرتان گفتم نه، پیر صاحب مرید میگه که با ذکر میکردی مرا در کجا بگی؟ در ذهنت بگی. نه پیغمبر عظمت و بزرگی الله را بیان کرده، خود بزرگ معرفی نمیکنه، میگه قل انما انا بشرم مثلکم، میگه ولکن کونو. لیکن انبیاء علیهم السلام دعوتشان است، میگه به مقتدیای خود امت خود کونو شوی ربانیین منصوب به سوی پروردگار. ربانی کسی را میگه که کل عملش به خاطر رضای کی باشه؟ الله متعال باشه. یعنی انبیاء علیهم السلام امت خود میگه برای حاصل کردن کمالات
برای حاصل کردن کمالات امت خود امر میکنه که شما ربانی شوی. اینجا ربانی شدن ایره میگه تربیت حاصل بکنی از کتاب الله تبارک و تعالی توسط درس و تدریس کتاب. اینا خودش میگه ربانی شوی منسوب به سوی الله. بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب آن چیزی که شما تعلیم میده کتاب الله را به مردم تعلیم میده، مقاصد و مفهومش به مردم واضح میسازه. تعلیم کتاب انسان ربانی میسازه. چرا؟ عظمت و بزرگی کتاب الله را به مردم معرفی میکنی، مردم دعوت به سوی کتاب الله میدی که مردم کتاب الله را آشنا شوه. مثل که آل ما ان شاء الله همینطور میگیم بیایی که قرآن بشناسیم، دلایل الخیرات اونجا بگذاریم همونجا. بیایی که قرآن بشناسیم، مثنوی را اونجا بگذاری. بیایی قرآن بکشاری هفته کله اونجا بگذار. بیایی قرآن آشنا شوی. ضرورت به این نیست که دعای معراج و دعای چی درود تاج و شمائل نامه را بخوانی. نکنی. کتاب الله وجود داره. عظمت کتاب الله. بما کنتم تعلمون الکتاب، ربانی وقتی میشی که تو کتاب الله را تعلیم بکنی به مردم، بفهمانی به مردم، عظمت و قدر کتاب الله را در قلب مردم پیدا کنی که مردم با کتاب الله آشنا شوه. اینجا قرآن بر ما میگه و بما کنتم تدرسون، به سبب از که شما درس میدی، خودتان درس میخوانی و برای دیگران درس میدی. مراد از درس و تدریس اینجا درس و تدریس توحید است، عقیده قرآن است که ما مردم خودم بدانی به دیگران برسانی. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه، امر نمیکنه. وقت پوره شده؟ این آیت میخوانیم خیر است. ولا یأمرکم، امر نمیکنه پیغمبر بر شما ان تتخذوا الملائکه، که شما بگیری ملائکه را و النبیین پیغمبرا را اربابا، نعوذ بالله رب جور کنی، معبود جور کنی. الله چیسته؟ ملائکه را حاجت روا و مشکل کشا بدانه، قابل سجده کردن و عبادت بدانه. نه پیغمبرا ای گپ هم نمیزنه. ایا امرکم، آیا ای گپ درست است؟ آیا امر میکنه شما را بالکفر به کفر بعد اذا انتم مسلمون، پس از اینکه شما در دایره اسلام داخل شده باشی؟ چطور شده میتونه که مسلمان باشه بعد از شما را نعوذ بالله مرتد کنه؟ عیسی علیه السلام رد بالای نصاراست. عیسی علیه السلام مردم دعوت به سوی توحید الله داده. باز شما چرا میگی که عیسی علیه السلام گفته که مرا پرستش کنه، به ما آواز بده؟ دروغ چرا میگی؟ آیا یک دفعه یک پیغمبر دعوت به اسلام داده باشه کلگی در اسلام داخل شده بعد از او در شرک دعوت میده؟ کلا و قطع عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.